سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با بخش دوم فصل سوم در خدمتتونم. ما توی این بخش میخوایم ارتباطی که بین نقدینگی و کندلستیک وجود داره رو با هم بررسی کنیم و به حقایق تازه‌ای دست پیدا کنیم. عرض شود خدمتتون که اگه دقت کرده باشید همیشه قبل از حرکت‌های اصلی، حرکت‌های با مومنتوم، یک در واقع رنجی ساخته میشه، یک نقدینگی ساخته میشه و این نقدینگی هانت میشه و بعد ما شاهد شروع حرکت قیمت هستیم. چرا این شکلی شد؟ شاهد در واقع شروع حرکت قیمت هستیم که اصطلاحاً به این در واقع فازهای مارکت که حالا در ادامه توی در واقع فصل وایکوف هم بررسیش میکنیم میگن accumulation، که در واقع مرحله جمع آوری در واقع نقدینگیه و توی این حرکت قیمت یک حرکت مین پوزیشن میزنه و نقدینگی که اینجا ساخته شده رو هانت میکنه و به حرکت خودش ادامه میده یا حرکت خودش رو شروع میکنه. اما امروز داخل این مبحث ما فوکوسمون بیشتر روی این رنجیه که در واقع قبل از هانت ساخته میشه و میخوایم این رنج رو بررسی کنیم. توی این رنج ما شاهد چی هستیم؟ ما شاهد بی تصمیمی بازار برای بالا رفتن یا پایین اومدنیم. بازار در یک قفسی، قیمت در یک قفسی زندانی شده و ناتوان از شکستن این قفس رو به بالا یا رو به پایین و داره همچنان تلاش و تکاپو میکنه. این وسط عوام تریدرهای کلاسیک در واقع بی تصمیمن از اینکه آقا بالاخره بازار میخواد بره بالا یا میخواد بره پایین و یه جورایی اینجا قیمت گیر افتاده. هر وقت بازار وارد مرحله در واقع بی تصمیم میشه، هر وقت قیمت شروع میکنه به رنج زدن و ساختن یک رنج، اونجاست که در واقع مارکت میکر وارد بازی میشه و یک برگ برنده رو میکنه و یک ورق جدید رو میکنه. میاد چی کار میکنه؟ میاد با یک حرکت شارپ این رنجی که ساخته شده، این بی تصمیمی رو هانت میکنه و حرکت خودش رو شروع میکنه. حالا ما اگه این قضیه رو بخوایم یه ذره دقیق تر بررسی کنیم و ببریمش زیر ذره بین، این شکلیه که فرض کنید این در واقع این قضیه داخل تایم فریم 5 دقیقه داره اتفاق میفته. ما توی تایم فریم 5 دقیقه میبینیم که قیمت یک رنجی ساخته، اومده این رنج رو هاند کرده و رفته بالا. این رنجی که ساخته شده و این باکس، اگه تایم رو بیاریم بالاتر، مثلا 1 ساعته یا 4 ساعته، کل این باکس به شکل کندل خواهد بود دیگه، درسته؟ این کندل چه نوع کندلیه و به چه شکل خواهد بود؟ اگه ما تایم فریم رو ببریم در واقع 4 ساعته یا 1 ساعته، میبینیم که کل این رنج واسه ما یک کندل دوجیه. یکی از ویژگی های اصلی کندل دوجی، حالا اگه شما یکم با در واقع کندل استیک ها و ویژگی های هر کندل آشنا باشید که زیاد هم به نظرم مورد نیازمون نخواهد بود مگر در
یه سری مثالای خاص که حالا اگه لازم باشه میگمشون. اگه با ویژگی کندل دوجی آشنا باشید، یکی از ویژگی اصلیش اینه که بی تصمیم بازار، قیمت بی تصمیمه از رانش به بالا یا پایین و در همون جایی که هست تعلل میکنه و در واقع رنج میسازه. این کندل دوجی توی تایم فریم پایین تر دقیقا شکلش به این صورته، یک رنج و یک بی تصمیمی. خب پس با این اوصاف ما میتونیم به این نتیجه برسیم که هر وقت یک کندل دوجی در تایم فریم بالا تشکیل میشه، مثلا 4 ساعته، مثلا 1 ساعته، مثلا روزانه، هر وقت یک کندل دوجی تشکیل میشه، در واقع زیر این کندل و بالای این کندل نقدینگی بسیاری وجود داره و میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت توی در واقع بعد از تشکیل شدن این کندل بیاد استاپ این کندل رو روی پایین بزنه و بره بالا، یا استاپ این کندل رو روی بالا بزنه و بیاد پایین. چرا بالا و پایین کندل دوجی در تایم فریم بالا نقدینگی وجود داره؟ چون کندل دوجی نشانگر چنین چیزیه در تایم فریم پایین، نشانگر یک بی تصمیمی و یک در واقع قفسی برای قیمته و یک رنجیه در واقع در تایم فریم پایین که این رنج برای مارکت میکر جذابه که بیاد هانتش کنه، حالا یا رو به پایین یا رو به بالا، و بیاد حرکت اصلی خودش رو شروع کنه.